نه خب شما کجایی هستین؟ نجف. خب تو کشور خودتون برین تذکر حجاب بدین. کشور امام رضا. کشور امام رضا. شما راضی نیستین؟ تو گور خودتون میذارنتون. تو گور خودتون میذارنتون. شما تو کشور خودتون هر کاری دوست داشتی میکنی. اینجا ایرانی. به ما گفتند آمریکاییان در خاک ما روزی اگر جرمی کنند باید زبان از هر سخن دوزی که شاه مملکت وابسته احکام بیگانه است. جواب اجنبی در خاک ما یک مشت جانانه است. همانی که همین را داد زد شیخا تو بودی نه، همین ایراد را پیراهن عثمان نمودی نه. یکی از عاملان نهی از منکر به من گوید کجا دیدی که مهمان عیب صاحب خانه را جوید؟ چه مهمانی؟ همانی که به خاکت حمله آورده، حدود 8 سال این خاک را ماتم سرا کرده، همانی که درون کشورش بغداد و کردستان زنان آزاد می‌گردند در هر باغ و هر بستان. یقین دارم اگر که باکری این صحنه را میدید به قبر عاملان این وقاحت لعن میبارید. زن ملعونه‌ای که ابروانت نقش ابلیس است، تویی که کشورت امنیتش بند 2 تا پیس است. غلط کردی زن یک روزه 10 شیخ و 100 مفتی، به ناموس من و هم میهنم این گونه بد گفتی.